بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه اختصاص داره به قندهای 2 تیکه مثل قند چشم نظر و گل نشان. حالا ما احتیاج داریم اینجا تو این قندها به 2 تا قالب، یه قالب بزرگش یه قالب کوچیک، که مثلا الان برای چشم نظر این میشه قالب بزرگش و قالب کوچیکش. و برای پودر قندمونم اگه تو قندهای دیگه‌مون 2 الی 3 قطره اضافه میکردیم، الان مثلا اینجا برای رنگ آبیش ما باید 10 تا 12 قطره رنگ بریزیم. من اینجا نصف پیمانه پودر قند اضافه کردم، 7 قطره رنگ ریختم. من باید خوب رنگمون رو با مواد قاطی کنیم. به این صورت، چون برای قندهای چشم نظر هرچی پر رنگ تر باشه رنگمون، زیبایی و جذابیتش بیشتر هست. 1 الی 2 قطره بازم سلیقه‌ای هست، یعنی شما میتونید همون 2-3 قطره هم اضافه کنید، ولی خب برای چشم نظر رنگ آبیش، مثلا الان به این آبی که الان من در آوردم رنگش خیلی کم رنگ تر میشه. هرچی پر رنگ تر باشه چشم نظرمون قشنگ تر در میاد. شما میتونید از قالب‌های دیگه، الان من از قالب گرد استفاده کردم که مرسوم تر هست برای چشم نظر، شما میتونید از قالب‌های قلب استفاده کنید، مثلا قلب متوسط و قلب کوچیک و قالب بزن. الان این حالت شنی در اومد و ما میریم برای قالب زدن. پس الان با این قالبمون، قالب گردمون، به این صورت میزنیم. به این صورت ما از این قالبمون